خب اینجا رو الان که همونطور که میبینید کاملا یه بارون معمولی داره میاد، رو زمین هم هیچی نیست. حالا بریم بالا ببینیم اون بالا چه خبره. تقریبا به فاصله 500 متری این محلی که الان هستیم. معمولا وقتی که اینجا بارون میاد اونجا یه خورده اوضاع متفاوته. الان حدود 100 متر اومدیم. حدود 200 متر. بله اینجا ماشین پارو کردن برف داره کار میکنه دیگه. ماشینایی هم که از بالا میان مختصری روشون برفه. اینجا رو سقف خونه ها برف هست. حدود 300 متر بالاتر اینجا کنار خیابون رو زمین هم برفه. حدود 400 متر بالاتر اینجا رو سقف خونه ها هم کاملا برفه. حدود 500 متر بالاتر تصویر کاملا متفاوته. اینجا دیگه کاملا زمستونه. بله این هم از عجایب این منطقه.